در تاجیکستان سالهای آخر شمار اتومبیل‌ها به طور نظررس افزایش یافته است. طبق معلومات ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تا 1 مارس سال 2024 در جمهوری 666074 واسطه نقلیات اتومبیلی سبکرو بار کشف مسافربر به قید گرفته شده است. یک سال پیش این رقم به 601136 برابر بود. یعنی در یک سال آخر شمار اتومبیل‌ها در تاجیکستان قریب 65000 عدد یا نزدیک 12% افزوده است. عین زمان در کشور 562000 ماشین سبکرو به قید گرفته شده است. سال 1991 در قلمرو تاجیکستان همگی 216000 ماشین خصوصی سبکرو به قید گرفته شده بود. تا 1 مارس سال 2023 در جمهوری 51781 ماشین بارکش، 16491 ماشین مسافربر، 524045 عدد اتومبیل سبکرو، 4419 پریتسپ به قید گرفته شده است. یادآور می‌شویم که واردات واسطه‌های نقلیات اتومبیلی که تا سال 2013 استحصال شدند طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 آگوست سال 2023 تحت رقم 355 منع کرده شده است. به تاجیکستان وارد کردن ماشین‌های برقی نیز می‌افزاید. سال 2023 تقریباً 1500 ماشین‌های برقی وارد کرده شدند. منبع جمهوری نیت دارد که حصه ماشین‌های برقی را 30% افزایش دهد. چون این تدبیرها در دایره برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2026 به نقشه گرفته شدند که لایحه آن از جانب وزارت نقلیات تهیه و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 2022 تحت رقم 532 تصدیق گردیده است. سال 2022 به کودکس انداز جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن واردات نقلیات برقی به کشور تا 10 سال آینده بدون باج گمرکی صورت گرفته. اینچنین آزاد کردن ماشین‌های برقی را از انداز و اکسیزها پیش بینی می‌کند.